امروزها زنان مسلمان غربی ها و روسها را پیروی کرده نیم برهنه و لوچ بودن را مدنیت و زیباگی می پندارند. بیخبر از آن که با این کارشان پروردگار عالمیان را به غضب می آرند و تنها شیطان را خشنود می کنند. خواهران عزیز، فراموش نکنید که اگر برهنه و لوچ بودن زن مدنیت و زیباگی می بود، حیوانها از شما دیده با مدنیت و زیباتر می بودند، چون که آنها کاملا برهنه و لوچ هستند. و اگر برهنه و لوچ بودن زینت و زیباگی می بود، البته خداوند آن را از نعمتهای جنت قرار می داد، چون که الله متعال در سوره طه می فرماید این لک الا تجوع فیها ولا تعرى. همانا برای تو این است که در جنت نه گرسنه می شوی و نه برهنه می مانی. یعنی در جنت انسان برهنه و لوچ نمی شود. از همین جهت خداوند برهنه و لوچ بودن را از نعمتهای جنت قرار نداد، چون که برهنگی خیلی کار زشت و بدی است، بلکه آن را در دنیا و آخرت حرام گرداند. پس دنیای دو روزه شما را نفریبد. واقعا به خاطر دنیای دو روزه زودگذر آخرت ابدی و همیشگی را برباد دادن عاقلانه به نظر نمی رسد.